خب بچه‌ها من برای بار اول میخوام خودم موهامو رنگ کنم، اونم توی خونه یه رنگ فانتزی. بعد پلاستیک زباله رو این ورش قیچی میکنم. یه بار قیچی نمیکردم، جرش میدم اینجوری از زیر نگاه اینجا گره. من گره نمیدم، حالت هوا میگیرم. بذار موزیک رو بگم. گردنه نکنه دست رقیبون برسه به دامنه، نکنه خونم بیفته عاقبت برگردنه. بچه‌ها من گوشی آیفونم رجستر نیست. بعد اون یکی گوشیم که وابسته بهش بودم به نقطه اتصالش و آنتنش گیر بودم و اکثرا از اون بیشتر استفاده می‌کردم. این گوشی واسه تولید محتواست فقط. اون دکمه ریستارتش چیز شد، هرس شده بود. دست علیهم بودم چیکار کرده بود، زب قلوچی خورده بود که دکمه این تیک تیک صدا نمیداد. من اینو برداشتم بردم که درستش کنم. بعد دادم به طرف و گفتم که خودم میام دنبالش برم. دادم رفتم چی گرفتم، یک دو تا کیک گرفتم، گفتم برم تو مغازش تا اون گوشی رو درست می‌کنم. من یک دو تا کیک بخورم، نهار نخوردم. بعد دیگه به شما بگم که تو مغازش هم وارد شدم، دیدم که بعد خودم مغازش پر دود. بعد انگار که یه چیزی سوخته بود آتیش گرفته. چشم تو روز بعد نبینه هم مرده اینجوری سرشو بالا آورد و بهم نگاه کرد، گفت گوشی ترکید. گفتم چی؟ گفت گوشی ترکید. گفتم یعنی چی گوشی ترکید؟ گفتش که ها دستگاه رو گذاشته بودم که گوشی نرم شه، که پیچ بندازم بهش بازش کنم و اینا. یا دیدم گوشیت انگار مثل این که ضربه خورده بوده به باتری، بعد چیز شده بوده، هم پیچ گوشتی که انداختم بهش این دفعه گفت بوم ترکید، آتیش گرفت گوشی باتریشو، از این حرفا. بعد موکت مغازه‌شو نشون داد، گوشی افتاده بود رو موکت مغازه‌ش سوخته بود. کل مغازه بوی دود میداد، خیلی دود کرده بود. من گفتم الان یعنی چی؟ یعنی گوشیم سوخت. جنازه گوشی رو هم بهم نشون داد که بله گوشیمو فاتحش خونده. این چی دیگه؟ من داشتم گفتم الان من چیکار کنم، گوشیم دست شما اینجوری شد و اینا. من گفتم حالا اب نداره، شماره‌مو گرفت، شماره خودش هم بهم داد که این گوشی خودم یه گوشی برام پیدا کنه که درست کنه، من فعلانی باهاش سر کنم تا که بتونم یک گوشی چیزی بگیرم برای خودم. دیگه الانم که من براتون تولید محتوا میکنم و ویدیو میگیرم و اینجوری باهاتون حرف میزنم، هیچ گوشی ندارم. فقط دوربین گوشیمو روشن کردم که یک ویدیو و ولاگ بگیرم از بیکاری. علیمانم خوابه تا که گوشم اومد و به نت وصل شدم یا پوری اومد به نت وصل شدم براتون بذارم. بچه‌ها فکر می‌کنم خیلی قشنگ میشه. اونجاها من بنفش میشه. یک روز بنفش میکنم براتون، یک روز قرمز میکنم، یک روز آبی میکنم. دیگه دستم اومد. بچه‌ها کار من تموم شد. خوب شد. حالا اینجوری رو سرم یک نیم ساعت 40 دقیقه بمونه، بعدش بشوریم و نتیجه کارو بهتون نشون بدم. بریم ببینیم که واکنش پوریا چیه. نمیدونم. بیا تو گم. میگم خیلی بنفش‌تر از این بشه. دودی مدل شده، یعنی بنفش دودی شده، بنفش مثلا ماته یکی همچین یک اینجاش رنگ نگرفته. شده بخاطر اینکه زیاد اوتو کرده. این برش رنگش بیشتر شده خیلی. اینجا بگه رنگ باشش قشنگ شد. فقط این تیکش کنم واسه برات بگم. اون تیکه یکم نه قشنگ شده بده.